فشاره. پشیمانی سود نداره. دوستان گرامی السلام علیکم. یکی از دوستای بسیار صمیمی متاسفانه وفات کرد و من زیاد متاثر شدم. به خود گفتم بیبی یک روز چشم باز میکنی و میبینی عزیزترین کس زندگی دیگر نیست. کسی که تا دیروز خیال میکردی همیشه برای داشتنش و برای دوست داشتنش فرصت هست. کسی که در فکرت نمیگذشت که او رفتنی باشه. به همین سادگی عزیزان میرن و جایشان برای همیشه خالی میمانه. دوستان عزیزایتان همین لحظه ببینین و دوست داشته باشین. همین ثانیه قدرشان بدانین. همین ثانیه در آغوش بگیرینشان. منتظر هیچ فردا و روز مبادایی نباشین. شاید امو فردایی که شما فکر میکنین همین لحظه باشه، هم امروز باشه. ببینین چی کسایی که کت زخم سکوت و تنهایی رفتن، چی دلایی که تا ابد شکسته ماند و چی دوست دارم ها که تا همیشه بین انجرهای زمان گیر کرد و هیچ گفته نشد. اگه میشه همی امروز، یعنی همی حاله، یعنی همی لحظه لطفا برین برش بگوین دوستش دارین، قدرش میفهمین. تا دیر نشده عزیزترین کستانه در آغوش بگیرین که پشیمانی سود نداره. پشیمانی قلب پردرد میفشاره. لطفاً برای عزیزترین کستان که دوستش دارین برین بگوین برش دوستت دارم.